سلام، من دکتر سحرم. توی این ویدیو قصد دارم بهت توضیح بدم که اگر تو شرایط پرتنش و پر استرسی رو داری تجربه میکنی، احتمالاً الان چه ویتامین هایی توی بدنت کم شده و باید حواست به تامین اونها باشه. مورد اول منیزیم اگه تو کم داشته باشه احتمالاً اسپاسم گرفتگی عضلات زیاد داری، زیاد میگرن میگیره یا اینکه خوابت به هم ریخته. مورد دوم زینک خب توی سلامت پوست، مو، ناخن، تقویت سیستم ایمنی، حس بویایی، سطح تستوسترون و بهبود خلقت خیلی تاثیر داره. پس اگر توی این موارد دچار مشکل هستی احتمالاً الان زینک بدن تو کم شده. مورد آخری که خیلی ممکنه از دست بدی ویتامین B1. ویتامین B1 اگه توی بدن کم بشه تو دچار استرس و اضطرابی و شب‌ها هم نمیتونی خواب آرومی داشته باشی. پس اگر تو مدام تحت این شرایط پرتنش و اضطراب قرار میگیری احتمالا این سه ترکیب رو توی بدنت کم داری. پس حداقل سعی کن رژیم غذایی سالمی داشته باشی که کمبود این ویتامین ها رو بتونی جبران کنی. مرسی که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودی. تو کدومی که از این علائم رو بیشتر تجربه میکنی توی کامنت ها لطفاً واسم بنویس.